سپاس و ستایش خداوند را به خاطر نعمتهایی که بخشید و او را شکر به خاطر آنچه الهام کرد و مدح و ثنا شایسته اوست به خاطر نعمتهای فراگیری که از پیش فرستاد، نیکیهایی تمام که بی سابقه ارزانی نمود و احسانهای کاملی که روا داشت و آنها بیش از آن است که شمارش شود و والاتر از آن است که جبران گردد و پایندگیش فراتر از آن است که به اندیشه آید. آفریدگان را به ستایش فرا خواند تا نعمت را بر آنان بیشتر کند و پایدار سازد و با نثار نعمت فراوان شکر آنان را خواستار شد و با دعوت دوباره بندگان به شکر خواسته است نعمتها را دوچندان نماید. و گواهی می‌دهم که خدایی جز الله نیست، او یکتاست و شریکی ندارد. ترجمان این سخن و نتیجه آن اخلاص است. خداوند این کلمه را با دلها پیوند داده و اندیشه ها را به مفهوم آن نورانی ساخته است. دیدگان ناتوان از دیدارش و زبانها عاجز از توصیف او هستند و خیالها چگونگیش را درک نتوانند کرد. همه چیز را آفرید ولی نه از چیزی که پیش از آن وجود داشته باشد و آنها را ایجاد کرد بی آنکه نمونه‌ای را الگو قرار داده باشد. آنها را با قدرت خیش پدید آورد و با خواست خود آفرید بدون اینکه نیازی به آفرینش آنها داشته باشد و سودی از صورت بخشی آنها حاصلش گردد، بلکه آنها را آفرید تا حکمتش را اثبات کند و بر طاعت خیش توجه دهد و قدرتش را نمایان سازد و موجبات بندگی خلقش را فراهم آورد و دعوتش را عزت و ارجمندی بخشد. سپس پاداش را بر طاعت خیش و مجازات را بر معصیت خیش قرار داد تا بندگان را از خشمش دور سازد و آنان را به سوی بهشت کشاند. و گواهی می دهم که پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. او را پیش از آن که مبعوث نماید برگزید و پیش از آن که برگزیند او را نام برده و نامگذاری کرد و پیش از آن که او را به رسالت فرستد انتخاب فرمود. در آن هنگام خلائق در پرده غیب پوشیده و در پوششی ترسناک محفوظ بودند و به نهایت نیستی و عدم مقرون بودند. این بدان جهت است که خداوند به سرانجام امور آگاه بوده و حوادث روزگاران را می‌داند و به جایگاه آنچه شدنی است شناساست. خداوند او را به رسالت فرستاد برای اینکه فرمان را تمام کند و اراده فرمود حکمش را به اجرا گذارد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم را دید که در عقاید و دینشان پراکنده و پایبند آتش‌های خویشند و بت‌های خود را می‌پرستند و با اینکه خدا را می‌شناسند انکار می‌ورزند. پس خداوند توسط پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم تاریکی‌های آنان را روشن ساخت و از دل‌هایشان پیچیدگی‌ها و نادانسته‌ها را برطرف نمود و کدورت و غبار را از بینایی چشم‌ها زدود و برای هدایت مردم در میانشان به پا خاست و آنان را از گمراهی نجات داد و از کوردلی بصیرت بخشید و به دین استوار رهنمون گردید و به راه مستقیم دعوت نمود. سپس خداوند با مهربانی و با اختیار پیامبر
جان او را گرفت و با اشتیاق و انتخاب خود آن بزرگوار او را به سوی خیش برد. اینک محمد صلی الله علیه و آله و سلم از رنج و زحمت این سرای در آسایش به سر میبرد. فرشتگان نیکوکار و خوشنودی پروردگار آمرزنده آن حضرت را در بر گرفته و همنشین پادشاه فرمان رواست. درود خداوند بر پدرم، پیامبر خدا و امین وحی و برگزیده او باد، همو که بهترین آفریدگان خدا و پسندیده اوست. سلام، رحمت و برکات خداوند بر او باد. سپس آن بانوی بزرگوار حاضران را خطاب قرار داده فرمود: شما ای بندگان خدا، مخاطب امر و نهی خداوند و حاملان دین و وحی اویید. شما امینان خداوند بر خویش و رساننده دین او به سوی دیگر امتها هستید. پیشوای حقی از سوی خدا در میان شماست و نیز پیمانی که پیشتر از شما گرفته که او را بر شما جانشین قرار داده است. او امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کتاب گویای خدا و قرآن صادق و نور درخشان و روشنایی پرفروغ است. دیدگاه‌هایش روشن و اسرارش آشکار و ظواهر و سیمایش شفاف می باشد. دیگران بر پیروانش رشک می برند. او پیروان خیش را به بهشت رهبری می کند و گوش سپردن به او مایه نجات است. به وجود او می توان به حجتهای نورانی خداوند و واجبات واضح شده و محرمات نهی شده و دلائل روشن و براهین کافی و فضیلتهای مستحب و رخصتهای مباح و آیینهای واجب پروردگار دست یافت. خداوند ایمان را برای پاکی شما از شرک و نماز را برای دوریتان از تکبر و خودپرستی و زکات را موجب پاکیزگی جانتان ساخت و فزونی روزیتان را در آن قرار داد. روزه را برای پایداری در اخلاص و حج را برای استواری در دین و عدل را برای یک پارچگی دلخواه و پیروی ما اهل بیت را برای همبستگی در امت و امامت و پیشوایی ما اهل بیت را به خاطر ایمنی از تفرقه واجب ساخت. جهاد را موجب عزت اسلام و ذلت و خواری کفار و منافقان و صبر را مایه استحقاق پاداش و امر به معروف را به خاطر مصلحت عموم و نیکی به پدر و مادر را به جهت حفظ از خشم خود بنیان نهاد. صله ارحام را مایه طول عمر و فزونی نفرات و قصاص را مایه حفظ خونها و وفای به نذر را موجب آمرزش و امر به پیمانه پر و وزن کامل را در معاملات به خاطر پیشگیری از کم فروشی و نهی از شرابخواری را برای کنار گرفتن از پلیدی حکم نمود و خودداری از تهمت و نسبتهای ناروا را برای ایمن ماندن از لعنت شدن و ترک دزدی را موجب عفت قرار داد. خداوند شرک را حرام کرد تا عقاید نسبت به پروردگاریش خالص گردد. پس ای مردم از خدا آنگونه که شایسته است بترسید و تا پای مرگ مسلمان بمانید. خدا را در آنچه به شما فرمان داده و نهی نموده است اطاعت کنید، چه آنکه از میان بندگان خدا فقط دانشمندان از او بیمناکند.
سپس فاطمه سلام الله علیها فرمود: ای مردم، بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. این را تکرار می کنم و نخست هم گفتم و آنچه می گویم نادرست نیست و آنچه می کنم به ناحق انجام نمی دهم. به تحقیق رسولی به نزدتان آمد که از خود شماست. رنج و سختی های شما بر او بسیار ناگوار می آید و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. اگر نسب او را جویا شده و او را بشناسید می بینید که او پدر من است، نه پدر زنان شما، و برادر پسر عموی من است، نه برادر مردان شما. و چه خوب انتسابی است انتساب به او. او رسالت را در حالی ابلاغ فرمود که مردم را آشکارا بیم می‌داد و از آیین مشرکان روی گردان بود. بر کمرهاشان ضربه می‌زد و حلقومشان را می‌فشرد و با حکمت و اندرز نیکو مردم را به راه پروردگارش دعوت می‌نمود. بت‌ها را شکست و بر سر بزرگان کفر کوبید تا آنکه جمع آنان شکست خورده گریختند، تا اینکه از میان شب چهره صبح آشکار و حق پیدا و نمایان شد و پیشوای دین لب به سخن گشود و هیاهو و یاوه‌گویی شیاطین خاموش گشت و فرومایگان منافق میدان تهی کرده و پیمانهای کفر و تفرقه از هم گسست. آنگاه شما همراه با گروهی روزدار و سپیدرو زبان به اخلاص و توحید گشودید. این در حالی بود که شما پیش از آن بر لبه پرتگاه جهنم بودید. جرعه‌ای برای نوشندگان و طعمه‌ای برای خورندگان و پاره آتشی برای شتاب زدگان و پایمال شده قدمها به شمار می آمدید. آبهای گندیده و آلوده را می نوشیدید و خوراکتان پوست شتران بود. مردمانی خوار و ذلیل و مطرود بودید و می ترسیدید که دیگر مردم شما را به بردگی اسیر کنند. خداوند شما را توسط پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن وضعیت رقتبار و پس از آن همه خواری نجات بخشید. بعد از آنکه آن حضرت مبتلا به آزار شجاعان نادان و حمله گرگ‌های عرب و سرکشان اهل کتاب شد. هر بار که آتش جنگ را برافروختند خداوند آن را خاموش ساخت. هر زمان که شاخ شیطان پدیدار می گشت یا دهان یاوه‌گوی از سوی مشرکین باز می شد، برادرش علی علیه السلام را در کامشان می افکند و او باز نمی گشت مگر اینکه آنها را لگدکوب کرده و زیر پا می گرفت و شراره آتششان را با شمشیر خود خاموش می ساخت. علی علیه السلام به خاطر خداوند بسیار رنج می دید و برای فرمان او بسیار می کوشید. نزدیک به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سرور اولیاء خدا بود. پرتلاش و خیرخواه بود. سخت می کوشید و زحمت بسیار می کشید و در راه خدا سرزنش ملامتگران در او اثر نداشت، در حالی که شما با آسایش زندگی می کردید، ساکت و آرام، خوشگذران و در امان بودید. منتظر بودید تا روزگار علیه ما بگردد. گوش به زنگ خبرها بودید تا خبر رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بشنوید. همواره در بحرانها می نشستید و در جنگ می گریختید.
هنگامی که خداوند برای پیامبرش سرای انبیا و جایگاه برگزیدگانش را اختیار کرد، در میان شما خارهای نفاق پدیدار گشت و لباس دین و معنویت در نزدتان کهنه شد. گمراهان خاموش سخن گفتند و فرومایگان ناچیز و گمنام سر برآورده و سرکردگان باطل به خروش آمدند و در حضور و جمع شما دم جنبانیدند و شیطان سر از مخفیگاه بیرون آورد و شما را صدا زد و دریافت دعوتش را اجابت می کنید و فریبش را می پذیرید. شما را برانگیخت و سبک رفتارتان یافت و برافروختتان و مشاهده کرد که زود به خشم می آیید. آنگاه شما شتران دیگران را مالک شدید و به نام خودتان داغ زدید و به آبشخور دیگران فرود آمدید. با اینکه هنوز زمان زیادی از عهد پیامبر نگذشته و زخمهای ما در مصیبت آن حضرت هنوز تازه بود و جراحتها التیام نیافته و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنوز دفن نشده بود، شما شتابان چنین کرده گمان نمودید اگر نکنید بیم فتنه می رود. آگاه باشید که به فتنه افتادند و جهنم در برگیرنده کافران است. چه بعید بود از شما را چه شده است؟ چرا بیراهه می روید در حالی که کتاب خدا پیش روی شماست؟ امورش آشکار و احکامش روشن و نشانه هایش نمایان و نواهیش معلوم و اوامرش واضح است. شما آن را وانهادید. آیا می‌خواهید از آن روی بگردانید و به غیر آن حکم کنید؟ این چه جایگزینی بدی است برای ستمکاران. و هر که جز اسلام آیینی برای خود برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است. سپس شما آنقدر درنگ نکردید تا شتر فتنه از جنبش فرو ایستد و افسار کردنش آسان شود. بلافاصله آتش فتنه را برافروختید و شعله هایش را برانگیختید و ندای شیطان گمراه را لبیک گفته و به خاموش ساختن نورهای تابناک دین و نابود ساختن سنتهای پیامبر برگزیده پرداختید. شما آرام آرام به بهانه کف روی شیر خود شیر را می نوشید و پنهان و آشکار علیه خانواده و فرزندان رسول خدا اقدام کرده و دست به توطئه و فریب می زنید. ما شکیبایی می ورزیم همچون کسی که بر زخم کارد و فرو رفتن نیزه در شکم شکیبایی کند. اکنون می پندارید که ما ارثی نداریم. آیا شما حکم دوران جاهلیت را دنبال می کنید؟ در حالی که برای اهل یقین چه کسی بهتر از خدا حکم می کند؟ آیا نمی دانید؟ چرا؟ برایتان همچون خورشید فروزان روشن است که من دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستم. ای مسلمانان، آیا انصاف است که من در گرفتن ارثم شکست بخورم؟ ای پسر ابو قحافه، آیا در کتاب خدا چنین آمده که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ همانا بر خدا و رسولش دروغ میبندی. آیا از روی آگاهی و عمد کتاب خدا را ترک نموده و آن را پشت سر انداخته اید که میفرماید سلیمان از داوود ارث برد و در آنجا که از قصه یحیی بن زکریا خبر میدهد میفرماید خداوندا از جانب خود ولی و جانشینی به من عطا کن تا از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد. فرمود در کتاب خداوند
برخی از خویشاوندان نسبت به برخی دیگر سزاوارترند و فرمود خداوند شما را سفارش می کند که در میان فرزندانتان سهم پسر 2 برابر سهم دختر باشد و فرمود اگر مالی از خود به جای گذاشت باید نسبت به پدر و مادر و نزدیکان خود آنگونه که معروف است و نیکوست وصیت کند و این حقی است برای پرهیزکاران. و شما پنداشتید من هیچ نصیبی نداشته و از پدرم ارث نمیبرم و میان ما رابطه خویشاوندی وجود ندارد. آیا خداوند آیه‌ای از قرآن را به شما اختصاص داده و پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از آن خارج ساخته است؟ یا اینکه در مورد من و پدرم میگویید اهل 2 دین مختلف از یکدیگر ارث نمیبرند؟ آیا من و پدرم بر یک دین نیستیم؟ یا اینکه شما نسبت به مفاهیم خاص و عام قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاه ترید؟ پس حال که چنین است این خلافت و فدک چون شتری افسار بسته و بار گرفته ارزانی تو باد. تو را در روز محشر ملاقات خواهد کرد و خداوند خوب حکم کننده است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم خوب پیشوا و سرپرستی و قیامت خوب وعدگاهی است و در روز رستخیز باطل پیشگان زیانکارند و آنگاه هرچه فریاد ندامت بکشید سودی به حالتان ندارد و برای هر خبری جایگاهی است و خواهید دانست که بر چه کسی عذاب خار کننده فرود خواهد آمد و عذاب پایدار او را فرا خواهد گرفت. سپس حضرت فاطمه سلام الله علیها رو به انصار نموده و به آنان فرمود ای بزرگان صاحب نفوذ و ای بازوان دین و پناهگاهان اسلام، این چشم پوشی در برابر حق من و این خواب آلودگی در برابر دادخواهی من چیست؟ آیا پدرم رسول خدا نمی فرمود احترام هر شخصی را باید در مورد فرزندانش نیز به جای آورد؟ چه زود امور را دگرگون کردید و چه با شتاب تغییر نمودید و پلیدی باطنهایتان را در کسوت نیکیها عرضه داشتید. این در حالی است که شما می توانید خواسته ام را برآورده سازید و قدرت دارید بر این که آنچه را جویا هستم و در نظر دارم از مبارزه با غاصبین و بازگرداندن خلافت و فدک به من بازگردانید. آیا میگویید محمد صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت و با مرگش همه چیز تمام شد؟ آری رحلت او حادثه عظیم است که شکست و عارضه‌اش فراگیر، شکاف آن دامنه دار و رخنه‌اش غیر قابل پوشش است. زمین از فقدان او تاریک شد و خورشید و ماه رو پوشاندند و ستارگان از مصیبتش پراکنده شدند و آرزوها بی ثمر گشت. کوهها سر فرود آوردند و حریم پیامبر از بین رفت و با رحلت ایشان احترام او پایمال شد. و به خدا سوگند که این فاجعه‌ای بزرگ و مصیبتی عظیم است که مانند آن فاجعه‌ای وجود ندارد و در این دنیا مصیبتی مانند آن نیست. اما این مصیبت را کتاب خداوند متعال که آن را در خانه هایتان در صبح و شامگاهان و با صدای رسا و بلند و با تلاوت و نوای خوش می‌خوانید پیشتر خبر داده بود. پیش از او نیز درباره پیامبران و رسولان همین اتفاق افتاد. آنان نیز از دنیا رفتند. این حکمی قطعی و سرنوشتی حتمی است که
محمد فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به گذشته خود جاهلیت باز می‌گردید؟ و هر که به گذشته‌اش بازگردد هرگز به خدا زیانی نمی‌رساند و خداوند به زودی شاکران را پاداش می‌دهد. ای فرزندان قیله، ای انصار، از شما بعید است. آیا شما در پیش چشم من باشید، صدایم را بشنوید و دارای انجمن و اجتماع باشید، آنگاه میراث پدرم را به ستم از من بگیرند؟ دادخواهیم به شما میرسد و از جریان باخبر هستید و دارای نفرات، آمادگی، تجهیزات و نیرو می باشید و سلاح و سپر دارید و پی در پی درخواست و خواهشم را می شنوید، آنگاه اجابت نمی کنید؟ فریاد کمک خواهیم به شما می رسد و کمک نمی کنید؟ این در حالی است که شما را رزمنده می خوانند و به خیر و صلاح معروف هستید و نخبه هایی برگزیده اید و مردمانی منتخب هستید که برای ما اهل بیت انتخاب شده اید. شما با مشرکان عرب جنگیدید و رنجها و سختیها را تحمل کردید، با امتهای کفر درگیر شدید و با شجاعان بی منطق جنگیدید. همواره ما فرمان میدادیم و شما اطاعت میکردید تا آنکه سنگ آسیاب اسلام به وجود ما به گردش افتاد و برکات روزگار جوشیدن گرفت و نعره شرک فرو خوابید و فوران دروغ و تهمت از خروش افتاد و آتش‌های کفر خاموش شد و دعوت به آشوب و فتنه متوقف گردید و نظام دین انسجام یافت. پس چرا اکنون پس از هدایت حیران گشته اید و حق را که آشکار شده پنهان می کنید؟ چرا پس از پیشروی عقب می نشینید و پس از ایمان شرک می ورزید؟ بدا به حال مردمی که سوگندهایشان را پس از پیمان شکستند و تصمیم به بیرون راندن رسول گرفتند، در حالی که نخستین بار آنها پیکار با شما را آغاز کردند. آیا از آنها می ترسید؟ با اینکه اگر ایمان دارید خدا سزاوارتر است که از او بترسید. آگاه باشید که شما را چنین می بینم که به پستی و آسایش روی آورده اید و کسی را که سزاوارتر به تدبیر امور بوده دور کرده و به آرامش و خوشگذرانی روی آورده و از تنگنا به وسعت رسیده اید و به همین خاطر آنچه را پاس می داشتید رها کردید و آن حقیقت گوارایی را که نوشیده بودید قی کردید. بدانید اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید خداوند بی نیاز و ستوده است. آگاه باشید آنچه را که در اینجا گفتم بر زبان آوردم در حالی که می دانستم یاریم نمی کنید و خار گذاشتن ما با وجودتان در آمیخته و دلهایتان جامه بیوفایی به پیمان پوشیده است. اما آنچه را بیان کردم جوششی بود که از جان برخاست و آهی بود که از خشم برآمد، چون در گرفتن حقم ناتوان و بیاور هستم و این اندوه جانکاه سینه بود و اینها را برای اتمام حجت گفتم. پس این خلافت و فدک را بگیرید و این شتر را برای خود محکم ببندید، در حالی که پشتش زخمی و پایش لنگ است و ننگ غصب کردن آن همراهتان خواهد بود و از خشم خداوند جبار و بدنامی جاودان نشان خواهد داشت و شما را به آتش برافروخته خدا خواهد رسانید، آتشی که بر دلها شعله می کشد و هرچه کنید در منظر و دیدرس خداست و کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست
که به کدامین جایگاه باز می‌گردند. من دختر آن کسی هستم که شما را از عذاب سخت بیم می‌داد. پس به کارتان مشغول باشید. ما نیز به کار خود می‌پردازیم و منتظر باشید که ما هم منتظریم. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طاها، گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باغ، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کاظم، حبیب رضا و انیس غریب جواد الائمه، تمنای هادی عزیز دل عسکری. پس نگارا بفرما کجایی؟ کجایی؟ کجایی؟